بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به خدمت کارکنان شبکه وسایل حق. این عمرهای ثانی، این عمرهای زمان که سخت آن دوره عمری خود را بر فرق سر منافقان و مشرکان میکوبند که دیگر منافقان و مشرکان یاری برخواستن بر خود نمیدینند که له میشن با آن دوره توحیدی عمری، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنی نیست هیچ کس قابل پرستش و عبادت جز الله جل جلاله. به خصوص عمر زمان محمد انصاری عزیز نور چشم مسلمانان و ورود عالم برجستان متفکر مدبر روشنفکر شجاع و غمخوار دین و آگاه و مسئولیت پذیر مولانا مجیب الرحمن انصاری و دیگر برادران که در راه دین الله جل جلاله سعی و کوشش میکنند، از الله جل جلاله میخوام که ایشان را همیشه موفق و سرفراز داشته باشد. آمین یا رب العالمین. بعد از عرض سلام میخواهم که بگویم سال که آباد است از بهارش پیداست که این قرن پیروزی حق بر باطل است. مردم جهان قرن 20 را پشت سر گذاشتند و تجربه کردند و قانون‌های از پیش خود ساختند به قول خودشان برای پیشرفت آزادی و سعادت بشر. حزب‌های تأسیس کردند مثل دموکراسی، سوسیالیستی، کمونیستی و دیگر احزاب سیاسی که همه‌شان نقش بر آب شدند و نتیجه این قانون‌های در ساخته بشر همانا از هم پاشیدن قانون گرم خانواده و از بین رفتن میر و محبت دوستی و از بین رفتن اخلاق انسانی و روی آوردن به اخلاق حیوانی یعنی همجنسگرایی، مبتلا شدن به درد و مرض‌های ناعلاج مثل و بالاخره به خودکشی که این همه نتیجه بیدینی و بیباوری هست. ای کسانی که صدای من را میشنوید بدانید که این تنها مکتب نجات بخش اسلام و ناب محمدی است که توانسته است این جامعه بشری که خود را معیارهای اسلام و ناب محمدی عیار کرده است خود را نجات داده است از این منجلا و قدم گذاشته است برای مستقیم برای سعادت و نیکی هر دو جهان و آرامش قلبی و روحی و جسمی و باطنی. ولی متاسفانه جامعه بشری غیر اسلامی که دارای قدرت و ثروت هستند سخت موضع گرفتند در مقابل دین اسلام که جلوگیری کنند از گسترش و نفوذ اسلام و جنگ‌های صلیبی را انداختند، ولی در مقابل صلاح الدین ایوبی شکست سختی را متحمل شدند. ولی بیکار ننشسته دوباره به فکر اختلاف انداختن بین مسلمانان شدند، برای براندازی دین اسلام دسیسه ها کردند و بالاخره مکتب یا حزب به نام شیعه درست کردند و این دین دستساز خود را در ملک حضرت سلمان فارسی صحابی جلیل القدر که داشت از این خطه اسلامی جهان و کفر را تهدید میکرد این مذهب دستساز خود را تعمیل کردند با کشتار زیادی از مسلمانان و این خطه اسلامی را به طرف بیدینی و شرک و خرافات و غرب پرستی کشاندند و این سرزمین پهناور و متمدن با فرهنگ را از توحید یگانه پرستی جدا کردند. در حقیقت این مذهب شیعه دست‌برده یهود و نصارا است به نام اسلام. در حقیقت سفری است که یهود و نصارا در پشت این دین قرار گرفته به نام دین اسلام، ولی اسلام را خنجر می‌زند که تاریخ خود گواه است به آمدن چنگیز و تیمور لنگ که در اون زمان قدرت‌های بودند. همین مذهب شیعه صفوی برای کشتار مسلمانان با اون دست اتحاد دادن و کشتن مسلمانان را و همچنین که در حال حاضر همه ما و شما شاهد هستیم که چطور دست اتحاد دادن با کفار امروزی از کشتار مسلمانان در عراق، سوریه و یمن و تحریضی میکنند در کشتار مسلمانان در ایران، در افغانستان، تاجیکستان، در کشورهای عربی و دیگر کشورهای اسلامی. ای ملت شریف ایران بیدار شوید و خدا از این مذهب دروغ و فریب نیرنگ و شک و خرافات و بدعت قلب پرستی و ایمان پرستی نجات دهید. مگر همه ما و شما شاهد نبودیم که مرگ بر اسرائیل میگفتند که راه قدس از کربلا میگذرد که 2 میلیون از جوانان شما را کشتن دادند؟ برعکس به جان مسلمانان سوریه افتادند اون سپاه ناپاک ایران و حزب الله تا لبنان به همکاری یهود و نصارا که دستشان را باز گذاشته است و میکشند مسلمانان را و تجاوز میکنند بر ناموس مسلمانان. مگر ما و شما شاهد نیستیم که مرگ بر امریکا میگفتند؟ حالا نشستند روی یک میز با هم غذا میخورند، با هم قدم میزنند و تفریح میکنند. به خدا قسم دل من و دل هر مسلمان به حال شما میسوزد. اگر دیدی که نابیناهی به چاه است، اگر دستش را نگیری گناه است. ای هموطن عزیز، پروردگارتان دوست می‌دارد شما را، به سراغتان آمده است، به تک تک خانه های شما در میزند و شما را به طرف خود میخواند و کلام خود را بر شما عرضه میکند که سندی از محکم پناه ناپذیر که تمام سندهای مخلوق در مقابل سند الله جل جلاله سخت عاجز و ناتوان هستند.
به خدا قسم امام زمان دروغ بیش نیست. ابوبکر و عمر و علی و فاطمه چه دشمنی کرد همش دروغ است. اگر به قرآن مجید روی دیاورد بخوانید و تفسیر کنید که مسلمانان از جمله خلفای راشدین رحما بینهم بودند و اونها شیرازه های اسلام نام محمدی بودند که الله جل جلاله رضایت خدا در کلام پاکش میفرماید که من از اینها راضیم. اون وقت متوجه میشید که این کذابان هر چه به شما گفته دروغ است، چون سند محکم یعنی قرآن مجید را در دست دارید. امیدوار هستم که به فکر آخرت باشیم که مالک یوم الدین الله قهار است که بازگشت همه ما و شما به سوی اوست. ابوبکر و عمر و امام زمان و علی و حسین و ابوالفضل در آن دوست کاری نیستند. و السلام، قضاوت با شما. تشکر میکنم از این برادر عزیز و گرامی.